خب میخوایم این سوالتون رو حل کنیم. این میشه سوال ای ترینینگتون. خب میگه دوتا آرایه داریم، یه دونه آ یه دونه بی. به ازای هر عضو بی میخوای بدونی که چند نفر تو آ از این کوچیک‌تر مساویه. خب برای این ما یه راه حل او ان داریم اگر ان سایز اینا باشه، که اونم استفاده تو پوینتره. خب اینجوری که ببینید این آرایه آ رو من میام سورت میکنم. خب این آرایه بی هم اینجا، اینم سورت میکنم. خب بعد یه دونه نشانگر میذارم سر بی، یه دونه نشانگر میذارم سر آ. این آ این بی. خب بعد این نشانگر سر آ رو تا جایی که این ازش کوچیک‌تر مساوی این عدد اینجا باشه میارم جلو، مثلا میفته اینجا. خب بعد الان مثلا جواب عضو اول بی در اومد، حالا این مال بی رو یه ذره میارم جلو، بعد میبینم مال آ چقدر میره جلو، همینجوری دیگه. بعد چون این هیچ وقت عقب نمیاد، این او ان بار میره جلو، اینم او ان بار میره جلو، پس در کل او ان میشه. خب حالا راه اینو کدشو نمیخوام بزنم چون طول میکشه، بی خودی خودتون بزنید یه بار که تو پوینتر یاد بگیریم. به این روش میگن روش تو پوینتر. یه راه دیگه چیه؟ یکی اینه که بیام آ رو سورت کنم، خب بی رو سورت نکنم دیگه، اون به ترتیب میخوام جواب. به ازای هر عدد تو بی من کافیه یه دور رو آ رو لور باند بزنم دیگه. آخرین کوچیک‌تر مساوی آپر باند بزنم، در واقع اولین بزرگترینش رو در بیام، میام عقب دیگه. به ازای هر عضو بی پس من یه آپر باند روی آ بزنم میتونم در بیارم که آقا اولین کسی که از این بزرگتره کیه. خب بعد مثلا هر کی که پشت اون یارو بزرگتره باشه ازش کوچیک‌تر مساویه دیگه. این عملا باینری سرچ دیگه، چون خود لور باند آپر باند باینری سرچ هم، ولی خب میشه دستی هم باینری سرچش زد. حالا من الان یه دور غیر دستی میزنم که استفاده از این تابع های لور باند آپر باندم دیده باشیم. خب یه NaN میده، سایز دو تا آرایه است، بعدش هم خود دو تا آرایه رو میده دیگه. خب بذارید من اینجوری کنم ببینیم چی قرار بزنیم. خب راند 600. خب نه LS کم، ببخشید. ببینیم. خب یه دونه عدد n داریم، یه دونه عدد m داریم، یه دونه آرایه a داریم، یه دونه هم آرایه b داریم. خب اینو m از میگیریم، بعدش آرایه a رو ورودی میگیریم، بعدش هم آرایه b رو ورودی میگیریم احتمالا دیگه. خب این از ورودی گرفتنمون. و آره دیگه آبی رو ورودی گرفتیم. حالا به ازای هر روز بگم که چند نفر تو آ از این کمتر مساوی. خب قرار شد چیکار کنم؟ قرار شد اول آ رو سورت کنم. پس سورت میکنم آ عضو اولش آ به علاوه 1، عضو آخرش آ به علاوه n، یه دونه میاریم جلو، این شکلی میشه. خب حالا میخوام با لوربان جواب بدم دیگه. با لوربان چجوری جواب میدم؟ یه دونه فور میذارم از 1 تا حالا m، یه تابع میخوام بزنم اسمش رو میذارم سالو، که این سالو قرار بگه که چند نفر کمتر مساوی یه عددی ان تو آ. خب پس جواب من میشه سالو یه آی دیگه. خب حالا این تابع سالو میزنم، خروجی تابع هم جنسش چیه؟ اینت. پس میذارم اینت سالو، ورودیش که دونه عدد x میگیره، میگه چند نفر کمتر مساوی x ان تو آرایه آ. خب اگر با آپر باند بخوام بزنم میشه ریترن کن آپر باند اول آ که آ به علاوه 1، آخرش آ به علاوه n به علاوه 1، و این x هم که اینجوری آپر باند میزنم اولین بزرگتر از x رو داره در میاد دیگه. مثلا اگر که به من 1 رو بده، من باید آمنهای 1 رو چاپ کنم دیگه چون صفر میشه. آره منهای آ به علاوه 1 فکر میکنم این یکم باش قهر باشه، ولی بذار تست کنیم ببینیم کار میکنه. کامپایل میشه. بله خب تستش هم میکنیم اینطور اوکیه. یه CF تست هم میزنیم که کامل تست رو تست کنه، همه سامپل رو پاس کرد، سابمیتش میکنیم و میبینیم که بله احتمالا اکسپت دیگه. خب اکسپت هم میشه. این با آپر باند بود. آپر باند چی رو به ما میداد؟ اولین عضوی توی این بازی که بهش میدم که از x بزرگتر اکیدن. خب آپر باند اینو به ما میداد دیگه. حالا میتونم با سرچ دستی هم بزنم. چجوری؟ میگم که آقا یه الی دارم که اولش الان جوابم یه آرم نمیدونم، به خاطر همین ال 1 میدم، آ رو n به علاوه 1 میدم.
خب میگم تا وقتی که آرمن های ال، ببینید این ساختار باینری سرچ رو همیشه یه جور بزن. میدم و میذارم ال به علاوه آر تقسیم بر 2. میگم اگر که آی میدم چی بود؟ آی میده من اگر که بزرگتر از x بود آر رو میذارم مساوی مید، وگرنه ال رو میذارم مساوی مید. در این صورت آر من اولین کسی که بزرگتر از x دیگه، پس جاش تو n به علاوه 1 خوبه. خب انام هم کوچیکتر مساوی x، پس باید 0 بذارم، میشه کم مشکل به وجود میاد. مثلا باید اینجا ریترن کنم چی؟ ریترن کنم ال. من باید چنین کاری بکنم و خب یکم باینری سرچش لخته پلخته تر شد دیگه، ولی همینو سابمیت کنیم باز احتمالاً اکسپت دیگه. و اینکه سر محدودیتاش کن زده باشیم که میبینیم که نزدیم. تایمش هم با همون تایم آپرباند یکیه دیگه، چون آپربانده هم دقیقا همینه باینری سرچ. پس آپرباند زدن دستی هم دیدیم و از خود آپرباند هم استفاده کردیم دیگه. خب دوباره اوردرمون هم که این بی ازش ام، من ام تا عملیات دارم انجام میدم، هر کدوم لاگ ان تا طول میکشه دیگه، چون این باینری سرچ یه چیز انتهاییه. پس میشه ام ضرب در لاگ ان.